معجون فروشی به اسم علی بابا. علی بابا معروف بود به اون پارچای معجون خیلی خفنش و خیلی از مردم تهران میومدن ترافیک مرکز شهر رو به جونشون می‌خریدن که فقط معجونای علی بابا تست بکنن. اما تو اون بحبوحه برند طبیعی باش اومد فکر کرد گفت چیکار بکنم که بتونم یک برندی را بندازم که رو دست علی بابا باشه. استراتژی طبیعی باش این بودش که توی دور و زمونه الان همه دنبال اینن که یه زندگی سالم داشته باشن، لایف استایلشون رو دارن تغییر میدن. پس بیا من یک برندی باشم که یک محصول طبیعی رو بدم به دست مردم. آب میوه های طبیعی و محصول همون روز با دونه ها و تیکه های میوه. اسمش هم گذاشت طبیعی باش. رنگ لوگوش رنگی سبز، رنگی که از دل طبیعت میاد و به تو احساس طبیعی بودن رو القا میکنه. باز دوباره نشست فکر کرد گفتش توی زندگی روزمره آدم ها انقدر شلوغی و انقدر کمبود وقت هست که بهتره من یه لقمه های سریع، نون پنیر گردو، نون پنیر خرما گردو و پکی که درست میکرد بسیار پرطرفدار شد. این یعنی چی؟ نیازها رو شناخت و از طریق اون نیازهای جامعه تونست گلو بزنه. من رهام و اینجا چنل آردیکو. اگه تو هم دوست داری از رازهای پشت پرده برندینگ خبردار بشی پس ما رو سابسکرایب کن.